من اولین باری که رفتم به شیراز فکر میکنم 18-19 سالم بود. گفتن که کجا بریم؟ گفتیم بریم شاه چراغ. بعد گفتن بریم سر قبر جناب حافظ، گفتیم بریم و من اتفاقا خیلی دوست دارم بریم. یکی از دوستان حافظ دقیقا مثل همینم بود، یعنی خیلی قدیمی بود، دستش بود. آره. و ما فال گرفتیم و خیلی جالب بود که همین شعر معروف ایشون اومد که واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر بود. بعد من دیدم که آره جماعت هم یخته به هم دیگه نگاه کردن و من شک کردم که اینا چرا اینجوری به هم نگاه میکنن. بعد گفتن ادامهش مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر. بعد اینا زدن زیر خنده توته نبود آجا. آره دیگه. البته حافظ خیلی خوش موقع این هشدار رو به ما داد، چون تو جوانیمون بود، اول ازدواجمون بود، اول کارمون بود